ماینکرافت، ماینکرافت یک بازی ویدیویی در سبک جهانباز سندباکس است که توسط استودیوی موجنگ توسعه داده شده و در سال 2011 منتشر شد. این بازی به بازیکنان اجازه می‌دهد تا با استفاده از بلوک‌های مختلف جهان خود را بسازند، منابع جمع آوری کنند، کاوش کنند و با دشمنان مبارزه کنند. ویژگی‌های اصلی بازی: حالت بقا سروایول مود، بازیکن باید منابع جمع کند، غذا پیدا کند و از خود در برابر موجودات خطرناک مثل کریپر، زامبی و اسکلت دفاع کند. حالت خلاقیت کریتیو مود، دسترسی نامحدود به بلوک‌ها و آیتم‌ها برای ساخت‌وف بدون محدودیت و بدون نیاز به نگرانی درباره بقا. حالت ماجراجویی ادونچر مود، برای تجربه نقشه‌های خاص که بازیکنان دیگر طراحی کردند. حالت سختی هاردکور مود، نسخه‌ای از حالت بقا با چالش بالاتر در صورت مرگ. بازی به پایان می‌رسد.